shit. Here we go again. دو دقیقه نمیذارن بخوابیم، هی مزاحم میشن. کیه؟ هی سی جی، کجایی پسر؟ پاشو بپوش، میخوایم بریم ساحل لب دریا. نیگا من خستم، میخوام بخوابم، خودتون برین. اوکی بگیر بخواب، من و بچه‌ها با دخترها لب دریا بریم اشغال. نیگا تک خوری؟ الان لباس خوشگلامو میپوشم میام. جون چه پسری. با منی؟ عجب سیکس پک هایی داری بچه خوشگل. والا سیکس پک که ندارم، ولی با این سیسم داده خیلی ان دخترها رو بردم ها. چی میگی تو عقب مونده؟ آخه کی با تو حرف میزنه؟ بهت میگم پیتزای ساعت 9 صبح باز نمیکنه. بابا با سگدست همیشه از ساعت 8 صبح بازه. چطورین بچه‌ها؟ راجب چی حرف میزنین؟ ولشون کن اینا رو، بریم مخ چند تا دختر رو بزنیم. سی جی مخ عمه منم نمیتونه بزنه. خفه شو نیگا. خب اگه راست بگی همه دختر توی ساحل ریخته. خب برو مخ یکیشونو بزن. من اصلا کارم اینه لعنتی، فقط یه آجر بهم بده. احمق، دارم میگم بری مخشونو بزنی، نه اینکه بری بزنی تو مخشون. خودم میدونستم، داشتم شوخی میکردم. لعنتی خوب شد سری جمعش کردم. سلام زیبا. سلام. به عشق در نگاه اول اعتقاد داری یا که دوباره بیام؟ برو گم شو و دیگه هیچ وقت نیا. شماره‌تو یاد رفتم بدی پشمک. نگاه کنید احمق، خب یه مخم نتونست بزنه. چی کار میکنی سی جی؟ من بیشتر از اینا ازت انتظار دارم. سی جی شاید هیکل اول قدرتی مثل من نداشته باشی، ولی دلیل بر این نمیشه که نتونی مخ بزنی. ان تو اعتماد به نفست نیگا. یا پشمام. من که میرم یکم ماهیگیری کنم. منم رفتم پیتزامو بگیرم. لعنتی من با مخ یه نفر رو بزنم. هی خوشگله بیا با هم یه بازی بکنیم. چه بازی کنیم؟ شیر یا خط؟ شیر تو مال منی، خط من مال تو هم. حالا برو برای دوستات تعریف کن نتیجه بازی چی شد. چرا چسکن همشون فعاله؟ هی کوچولو، امشب لوکیشن خونه ما، نظر مثبتت چیه؟ ای رایدر، از پیتزام نخوری تا برم آب بازی کنم و سری بیام. سگ که سگ به پیتزای تو دست نمیزنه احمق. ببخشید یه سوال داشتم. جانم. تو وای فایی؟ حس میکنم دارم کانکت میشم باد. وای چقدر تو جذابی. چطور هیچ دختری با هم دوست نمیشه؟ من که خیلی خوش تیپم. سلام خوشتی. حالت چطور زیبای خفته؟ تا حالا یه نفر انقدر دقیق توصیفم نکرده بود. میخوای با هم بریم یکم بیرون دور بزنیم؟ اون شاسی بلنده هم ماشینمه. درست مثل همون خوابیه که هر شب میبینم. ماشاءالله سی جی، اینو میگن قدرت خانواده جانسون. کافه رو دنگی حساب نکنی احمق. غذا میخوام. قرارت چطور بود سی جی؟ دست رو دلم نذار نیگا، همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه از غذا راضی بودی عزیزم؟ آره عالی بود، مرسی داداشی. Susmaz gönlümün yarası çık gel Allah'ım. منم گفتم میرم دستشویی برمیگردم، ولی خب از پنجره فرار کردم، صورت حساب موند واسهش. بالاخره یه حرکت عاقلانه زدی. لعنتی خیلی خلوت شده. وقتشه برنامه هر شب گروه سی تو بریزیم تو ساحلا.